کیک شکلاتی تری یکی از خوشمزه ترین کیکایی است که من خودم همیشه آماده می سازم و خواستم امروز رسیپیشم رو شما شریک بسازم. تخم مرغ، شکر، روغن، شیر، هیل، پودر کیک، پودر کاکائو و آرد. تخم مرغ همراه شکر تا جایی هم میزنیم که کریمی رنگ و کشدار شود. بعد شیر و روغن و هیل اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن هم میزنیم. آرد، پودر کیک، پودر کاکائو با هم دیگه خوب میکس میکنیم و تا 3 مرحله در مواد اضافه میکنیم. روی قالب چرب میکنیم، مواد اضافه میکنیم و دفعه که از قبل داغ شده روی درجه 180 به مدت 35 دقیقه میمانیم. برای آماده کردن سس نیاز داریم به شکلات، شیر، شکر، روغن، پودر کاکائو. اینا رو با هم دیگه هم میزنیم و روی حرارت میمانیم به مدت 5 دقیقه. کیک از فرم میکشیم، برش میزنیم و خلال دندان میزنیم به خاطر که سس خوب جذب کنه. سس رویش اضافه میکنیم و 1 ساعت برش استراحت میدیم. بعد از 1 ساعت استراحت رویش پودر پسته میندازیم و کیک ما آماده است به همین سادگی و خوشمزگی. نوش جانتان.